آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدید دیگه. لایک رو میدم مثل همیشه، نظر کن کارت اصلا فراموش نمیشه چون خیلی راحت از شما. بچه اومدیم باز اومدیم بعد مدت بعد اومدیم پی اس چیز باشید فیفا اومدیم بالاخره پی اس. آقا چقدر دوتا پارت پی اس گذاشتین دیگه، بریم الان نوبت مشابهت چی آقا؟ آفرین، نوبت پی اسه. از فیفا اومدیم پی اس. نه الان جواد خیابانی شدم. خب آقا میخوای بریم آقا چه تیمی رو برداریم؟ آقا تو این ویدیو میخوام آرژانتین نداری؟ آرژانتین نه، برزیل. آقا ما کنیم به عشق، ما برزیلی هم نداریم بگیم به عشق. نیمار آقا به عشق نیمار کنیم برزیل رو برداریم عشقی. خب آقا بچه ها رسید حتما تو کنده بدید بچه از اولین ویدیو حتما دوتا پارتامون چقدر عوض شده ویدیو هامون، چقدر ترکیب عوض شده بچه ها. راستی ادیتور عوض شده بچه ها. همین ویدیوی دوتا همین فوتبالمون که میشه دوتا ویدیو فیفامون رو ادیتور جدیدمون برامون ادیت کرده بچه. حتما بگید این جدید خوبه یا اون قدیمی بهتر بود. بذارید تو کامنت بنویسید. بریم سراغ اولین بازی. کیلان امباپه، مارتینز، تونی کروس، ساکا و نیمار جونیور در ترکیبمون هستن و کاسیام که همتون میدونید چه سیوایی کردیم مقابل استوانی و باخت مقابل فرانسه که با آرزوت رسیدی بالاخره. معرفی نیست. برو بریم آقا استارت زدیم و نهایه حریفی پیدا نمیشه. حتما لایک و نظر کن فراموش نشه به چون ما منتظر حریف میمونیم تا بیاره. تا حریف قدرتمند بیاره. ببین میخوام بتر کنم اولین ویدیو میخوام به حالا مادرید. اوکی بابا شما خوبید. حالا مادرید بچه الان میخوام حالا مادرید رو بهش نشون بدم دیگه بچه. نمیشه حالا مادرید، حالا بگی حالا برزیل. برو بریم رقابه کنمش حالا برزیل. کیت اصلی زرد برزیل خوش رنگ داشت. تو این تیم پله بازی کرده، رونالدینیو بازی، دو نازاریو بازی کرده، تو عالم همه اینا بازی کردن. زیدان چه ترکیب. اوه فودن، هالند، نیمار، امباپه، بعد اوه مارتینز دروازش وایسید. خب البته اوورالی هم اون بیشتره. دوستان گرامی، عزیزان دل، ساکا، نیمار دیگه امیدم به شما هستا. حالا امباپه دانشی روشه ولی به مارتینز هم امید دارم چون امباپه بچه من باش بازی دادم. امباپه نتم ارها برقرار کنم میزنم یا تک به تک شده. امباپه زد بیرون. 2-0 هم عقب بودم. بس همین من زیاد به امباپه الان چیز ندارم، اعتماد خاصی ندارم بهش بتونه گل بزنه. اگه بشه نیمه دوم میدادیمش بیرون. بهش رونالدو میانیم علامتون کار رو جمع میکنه با مسی. زوج رونالدو مسی میاریم ما رو برای چی میسازه. ندارید این هالند بشه ماشت. چون خدای من این ویدیو دو ساکا بنداز اون بر. وای بچه رد نشه. گل اول بله کیلیان امباپه. حالا مادرید 1 برزیل 0 مارتینز.
کروس اشتباه میکنه، جمع میکنه دفاع. ساکو یه بار دیگه نباید این بارم اشتباه کنه. اوه 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 بچه ها خطرناک. کروس مرسی، سریع تایپ کن. امباپه رو امباپه بزن. نیمار بزن دیگه بابا، لعنت به این گلرش. بابا چقدر بزنیم نمیخوره. این قرمز نداشت آقای داور دیگه. بگیر خطا دیگه، 2 بار زد پای بازیکن ما رو سابید. ماشاءالله قطعه 2 تا زد، 2 تا زد که چه قرمز. کروس دیگه، بله آقا کروس سلطان استانت های نامنظم. دقیقم زد ولی تو گل نه. سردنمون مشکل دارن. این چه حرکتی بود خدایی از حمله همون ند. خب کلا این بازی مشکل داره. حکیمی اونه حرکت های عجیب غریبی میزنه. دفاع برگشت، رودیگر برگشت. همون برگشت، بچه همه برگشت. اصلا رودیگر هست خودش هالند رو میگه دارم. بعد میگه رودیگر میگه هالند با من. شما برید جلو، من هالند رو دارم. چقدر همه رودیگر رو دوست دارن. فاک تو سرت کاسا. یه هالند گل خوردی ماشاءالله بچه. همینجوری پیش انتقامه چیزمون در میاد. یه دونه گل میخواییم. خطا نگید، قشنگ بدید جون خودتون. نزنه بابا، کاسا مشکل داره. کاسا مشکل داره. تیرک آخه کاسا تو خیسترت تیم ملی کار میکنی. چه خودم بود بزن. جرأت بده جلو پای امباپه. عالی بزن امباپه. بابا امباپه ما رو، امباپه اونو. حالا باید کنه اون پشت ایجک کامبک میزنن. پشت ایجک زیر تا گل نمانه با کلیچه شده ساده بلد نیستن. کروس ماشاءالله آی تو سر نوبتون کنن که میگید توپ بگیرید. بعد این بازی کنه من نوبم به خدا که همین خوبه چون نیمار داره یه دونه رودیگر چیز بشه کروس. کروس خوبه با یه دونه رودیگر. خدا این یکی حرکتی بیشتر بازی کنه من بنداز دیگه. سریع صاحب توپ کن. امباپه بابا امباپه ولمون کن. برو بیرون امباپه، برو بیرون دیگه. بچه 2 ساله هم میتونه این توپو گل کنه. یه رونالدو فشاری شدم به خدا، فشاری شدم قشنگ سر این توپ امباپه. یه رونالدو چجوری پول به این داده؟ خودت مثل رونالدو بگیره به خدا. با دستمزدی که به امباپه داده میتونست رونالدو رو راحت بیاره رئال.
حالا رونالدو It's loose now and they want to get it back. رونالدو There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. یعنی رونالدو اگه گم بزنه من هیچی بهش نمیتونم بگم. هیچ چیزی من به رونالدو نمیگم. همه مسی میگن به رونالدو. اونا خرابن کنن تک به تک و مهم نیستن. مثلا باشگاه به نام باشگاه برزیل تیم ملیش به نام اونا سند خورده. بالا چنینت هم ضعیفه. یه CR7 کورنر رو گرفت. ای میان رونالدو بعد سرت تو فقط شوت بزن. من خودم 100 میزنم تو فقط بشوت. این تیم پرتاره بشوت نیمار. حالا ساکا کنترل خیلی خوب کنترل کرده. بعد تو کنترل میکنی کنترل خودشو کنترل نمیکنه. بچه‌ها دوستان گرامی برگردی. این هالنده رفت بودی که هالند که با تو بود بله بوده. ماشاءالله چه عجب. حتما یه صدقه بدید بالاخره گل مثبت از 3 تا گلی که دریافت کردیم یه گل زد. ماشاءالله. الان لفتم خورد. چی میخوایدی بهتر از این؟ لفت نخورد. جانم همراه اول. حالا وسط ویدیو تموم نکن بستر من خودم بعده بشوت. خدا این ویدیو شومیه. تموم اول. من ایمباپه را نمیدم تا آخرین ویدیو اصلا میفروشم. ماشاءالله یه دونه سیو مالکیت خوب رفت. کاسا چته قشنگ بازی کنید. ما اینجا ترکیب چینی بهتون میگیم شیر بعد اینجا موش میشی. از هالندش میترونه عدد نیست. ما رونالدو داریم. ترکیب خوبم نداریم. ما همین 4-4-2 باید داریم. 2-4-4-2 4-4-2 میشه 1-4-2-3. مارتینز قشنگ اصلا آروم بازی کنیم. فکر کنید اومدید تو کوچه دارید بازی اینجوری بازی کنید. ماشاءالله نگاه قشنگ چیز فهمید منظور من چیه. بله مرسی از اینترنت خوب ما که واقعا در این ویدیو باید همراهیمون میکنه. قشنگ نه لگ داره نه تأخیر داره. فول امکانات. ماشاءالله ساکا. یه کاش به این نمیخورد. وای این نمیخورد بهش میگفت. اصلا کنترل از آقا کروس باید یاد بگیرید. دیدید من میگم درستی تقدیم کرد توپو نگو نگردش. اصلا اباحت قدرت پاشید. رو دیگه من به تو باید یه کارت ارتقا باید بدم من چون خوب داری چیز میکنی باید یک ارتقات میدم. Martinez, Foden, Mbappe, threads one in. بی نکنون بابا این گلره چرا خود
شاکر عالم مرسی زدی بیرون مرسی آبروی یک آبروی ما رو خریدی رحم بابا اینترنت مثل آدم پینگ ماشالله وای تو رو خدا قطع نش جان من قطع نش من که زیاد پر میدن که کم نیست برو ببینم برید فکر کنید الان واسه جام جهانی هستید فینال جام جهانی چجوری بازی میکنید اینطوری برید جلو نمیدارید بشوتی بابا این گولره یا چیتره یا علی این دسته ما حالا هنگش بزنید دیگه ما بله کن بزن هرکی نزنه خره مخصوصا هالند رو بزنید هالند 20 میلیون هالند در زیرش 20 میلیون جایزه داره بقیه بازیکن‌ها 1000 تومان اوه ساکارو بده شما این نوشه اینجوری از زیر پاشون در میره آفرین تا هم وقت کشید خوبه ماشالله رودیگر خود تیم انگار خود درگیری داره تیمامون ماشالله رودیگر عدا سرت چه این چرا گذاشت ماشالله گلر داشت رودیگر داریم غم نداری تو دفاع یه خوب باشه تو تیم اینم رودیگره بعد قبل رونالدو تو رو قرآن زنگ نزنید وسط ویدیو بده اولین گل مرسی عشق منی این رونالدو با چه تیم روحیه روحیه یاد بگید بچه ها رونالدو چه دوستان روحیه رونالدو یاد تیم بخوای نخوای میره بالا الان گذاشته گفت کامبک که یه 80 انتظار کامبک داره از اون دیگه جد این فوتبال ها بعید نیست میخوایی برسی یا برسی خود بینم این باپه Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. Oh, what a mistake! Can he put it away? بابا تو خوبی تو اصلا لژند تو اصلا مارادونا رو داری اصلا تو تیم این حرکت ها زشه در حد تو
بیا نیمار رو مالا تو. Haaland. آها Neymar. Now What it's a Martinez. Martinez. He's picked his way through. He's through it, and the shot. Oh, no shortage بابا of confidence there. مارتینز. Well, at least the crowd are appreciative of his بچه‌ها efforts. این ویدیو درد سگ دارن فشار میخورن، یعنی فشار الان رو صده. Oh, that's well انقدر یعنی done, بازیکنام really robust. اسکولن، Moved on forwards. یه اسکولی بازیکنان دیگه حدی دارن دیگه، حد اسکولیشون از اگه بقیه صده اینا 200 هم اسکولیشون. خدایی در خوب بازی کنید. فقط یکی زدیم، یکی زدیم ترکوندیم. ماشاءالله ماشاءالله. بکن یه نیمه اول گوشمون زنگ خورد، یه نیمه دوم. ایشالا دست بعد 2 تا دیگه زنگ مخوره، 2 تا کامبک بردی، 2 تا گل میزنی. به به کارت ارتقام گرفت. برو بریم. بچه ها همه جایی که لایک کنید که اصلا فراموشتون نمیشه. از این یه چیز خیلی راحته. لایک کنید بچه ها. حتما ادیتور قبلی بهتر، ادیت های قبلی بهتر بود یا ادیت های جدید؟ کمی ویدیو فیفا و میشه این یه 3 تا ویدیو، آره 3 تا ویدیو که ادیت کرده. داریم مثلا بنویسید کامنت ها. خیلی عشقید. برو سراغ بازی دوم به امید برد تیممون. بچه ها هستید خب ویدیو بعدی یه تیم بدم، اسمش هم هیچ عوض نکنم، بدونم فارسی ویدیو اینه، فیفا، اداره فیفامون. به بچه ها کنن امروز پستمون اسپانیاه کلن. حالا مادی شد حالا بارسا. جدی میفرمایی؟ چه خوشگله لعنتی. این کیتشو دوست دارم، بارسا رو، کیت جدید شما چه دوست دارم. اون قبلا رو استفاده کرده این کیت رو. داشت کیا رو داری عزیزم؟ میدونم که نیمار رو داری قطعا. خود نیمار بابا، امباپه. آها خوشو کدم امباپه. میدونم تو این بازیش نمیتونی، اصلا نمیتونی تو این بازی دووم بیاری. میدونم خودم بیرون. حاجی چطور تو امباپه رئال مادرید داری؟ من امباپه رئال مادرید ندارم. من یه پکو برداشت کنم. ساکا، کوین، گلرش میشه، به دفاعش میشه. بچه به دفاعش میشه نفوذ کرد. به دفاعش ساکا میتونه نفوذ کنه یا رونالدو. به طبع که سرعت داره مثل نیمار، ساکا اینا میتونن سریع رد شن دفاعش، دفاع گوشن دفاع وسطش میتونن رد شن. بله خوش دیار برزیل در حالا بارسا شروع میکنن. او بچه خود بارسا رونالدو آوردیم ما. شما امباپه بیار من رونالدو ببین کیکیو میزن. موقعیت بده پاسو. بلند ورزشگاه بارسا خیلی روشن. با ورزش قبل رو مقایسه کنی بارسا کم میانم حال ورزشگاه. اگه ما از این صحنه تیم سالم به در ببریم که بردیم به لطف آقای کاستا. ای چه بره چه نیمار اینا فوروارده، مثل من فقط گوشه است.